خب بریم سراغ اجرای کمدین سوم. ببین کمدین سوم من جوری تور انداختم گرفتمش، یعنی وقتی که متوجه شدم بچه‌ها میخواد بیاد اجرا کنه توسلی زنگ زد گفت ببین یه کمدین داری شکار میکنی دیگه. این کمدین امیر مهدی ژوله، رامبد جوان و حسن مجنی رو دیوونه کرده. کسی نیست جز مصطفی احمدی شارود عزیزم. مرسی. اول یه دست خوشگل به افتخار انرژی خودتون بزنید. خیلی باحالین. خیلی خفنین. اول که من بگم حرفای گفتنی و واقعا حمید بیگی زد. یه دست قشنگ به افتخار حمید. من میخوام بیشتر درباره اختلاف نسلمون با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی اختلاف نسل ما دهه 60 70 80 با تقریبا 90 و 400 و قبلمون. الان میخوام که در جمع ما بیشتر دهه 60 و 70 دیگه، درسته؟ و 80 مثلا. دو فرزندی داریم، مثلا من خودم یه خواهر و یکی هم خودم، دو تاییم. شما چند تایین؟ دو تا، سه تا داریم؟ سه تا، چهار تا؟ ماشاءالله. 5 چی گوی خوردم؟ 6 چی مرده؟ همون اول. آها 6. دایی سر کارم میرفتن خانواده یا مثلا می اومدن بیرون ببینن هوا چقدر خوبه؟ ولی ببین پدر بزرگ خودم که از نسل قدیمه 18 تا بچه داشت. بگی ماشاءالله. واقعا یک دونه از یک کارخونه، از یک تولیدی، واقعا از یک تولیدی 18 تا زده بود. خب یعنی ببین بیایم با هم دیگه جان. نه ما یک دونه بود، واقعا یک دونه بود. حالا بیایم با هم دیگه بررسی کنیم چرا در زمان قدیم اینقدر بچه بود الان اینقدر کمه. چون زمان قدیم مثل الان نبود. الان تا زن و شوهر با هم دیگه مشکل برمیخورن سری میرن پیش وکیل و مشاور میگه چیکار کنین؟ جدا بشین، طلاق بگیرین و فکر می‌کنم مشکل حل میشه 10 برابر میشه. ولی زمان قدیم اینجوری نبود. تا با هم دیگه مشکل برمیخوردن سری میرفتن پیش بزرگتر خانواده میگفت چیکار کنین؟ آنا باریکلا. میگفت شما بهش میگه آنا. آره میگفت بچه بیاری درست میشه و واقعا می آوردن درست میشد. یعنی پدر بزرگ خودم 3 تای اولیش سر همین مشکلاتش آورد. خب منتها دیگه دستش راه افتاده بود، خوشش آمده بود. هی میرم میگه حاج خانم فکر کنم یه مشکلی داریم. حاج خانم میگه خدا شاده حاج آقا اگه ما مشکلی داشته باشیم. میگه نه داغی حالی نیست، بیا حلش کنیم. یعنی ببین بچه رو که 2 سالگی از شیر میگیرن، ما 77 سالگی حاج آقا رو میکشیدیم ول نمیکرد. هی میگفتیم حاجی ول کن دیگه تو رو خدا. میگه نه این زن یه غمی تو چشاشه. گفتیم بابا این اصلا داره لبخند میزنه. میگه نه این از همون اول میریخت تو خودش. گفتیم بابا تو هم بریز تو خود لامصبا. میگه نه من نمیتونم. یعنی ما آخر مجبور شدیم مامان بزرگمو فلفل بزنیم ول کنه. خدا حالا نمیخوام براش توضیح بدی، میفهمه خودش میفهمه. آره نه خب برای اونم میزدیم. خب یعنی آخر ما مجبور شدیم مامان بزرگمو وقتی که فوت کرد بستیمش به 3-4 تا بادکنک هلیومی دادیمش هوا. به بابا بزرگم گفتیم نگاه دیگه تموم شد بای بای کن، قبول کرد. یا بررسی دومی که بخوام براتون بگم چی بود دلیلش این بود که الان زن و شوهرها یک سری ایدئولوژی دارن که میگن وقتی که با هم دیگه ازدواج کردیم اول 3 سال بریم زیر سقف بچه دار نشیم ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. من مادر بزرگم سال 3 اومد گفت حاج آقا دیگه نمیتونم. بابا بزرگم گفت حاج خان نمیتونم چه؟ یه لحظه گوش بده بهم. گفت نه اون سری از گوش شروع کردی، واقعا دیگه نمیتونم. آره یا اینکه
مشکل بعدی چی بود؟ مشکل بعدی تکنولوژی بود. الان من تحقیق کردم آدم‌ها در طول شبانه روز 8 ساعت درگیر تکنولوژی هن که 4 ساعتش تو طول شبه. مثلا شما حساب کن الان مرد میره خونه، میشینه پای سفره شام، کنترل تلویزیون رو میگیره دستش، هی کانال‌های بالا پایین میکنه هست، اصلا نمیفهمه چی شام خورد، میره تو رخت خواب، اونجا گوشی میگیره دستش، هی میزنه صفحه بعد، هی اینو نشون میده اون نشون میده، با هم دیگه بازی میکنن، میگه اینه واسه من بریز، اون واسه من بریز، 60 ثانیه نشون میده، 15 ثانیه نشون میده، تمام میشه میره کارش. یعنی خسته و کوفته میگیرن میخوابن، یادشون میره که اصلا میتونستن بچه دار بشن. ولی ببین زمان پدر بزرگ من اصلا برق نبود، نگاه، تکنولوژی هیچی، اصلا برق نبود. خب یعنی آفتاب که غروب میکرد تو با کجات میخندی؟ میپیچه صدا آخه. یعنی آفتاب که غروب میکرد تاریک میشد، خونه هم دیگه تاریک میشد دیگه. شما حساب کن با بزرگ من میرفت خونه، برق نیست، حاج خانم هست، شامش هم که خورده، تلویزیون هم نداره، چیه بالا پایین کنه؟ گوشی هم که نیست، چیه نشونش بده؟ با چی بازی کنه؟ یعنی اون 60 ثانیه نشون میده، 45 دقیقه نشون میده، چیه واسش بریزه؟ یعنی نتیجهش میشد حسن، علی، محمود، حسین، محمد علی. خب نتیجه نسل الان چی میشه؟ نتیجهش میشه ساعت 10:30 یه SMS براش میاد، مشترک گرامی 85% بسته خود را مصرف نموده اید. میگه هی کی کونش میکنه بزنی میخوابه. والا. یا مشکل بعدی چیه؟ مشکل بعدی اینه که نسل الان همش در حال تست کردنه. یعنی مثلا از 5 سالگی هی استعداداشو تست میکنه، میگه خدایا تو هنر رو تست میکنه، ورزش رو تست میکنه، نقاشی رو تست میکنه، استندآپ رو تست میکنه، موزیک رو تست میکنه تا 20 سالگی. از 20 سالگی به بعد سحر رو تست میکنه، سارا رو تست میکنه، نرگس رو تست میکنه، سحر رو تست میکنه. سحر رو 2 بار گفتم چون 2 بار تست میکنه. اصلا سحر رو تستشو خوبه، نمیدونم چرا. هر کی تو زندگیش 2 بار یه سحری رو تست کرده. خب تست میکنه. در آخر تا 30 سالگی کسی اسمش سحره؟ یاد خاطراتش رو تست میکنه. بعد تا 30 سالگی، یعنی 30 سالگی تازه میشینه فکر میکنه با خودش، میگه خدایا از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ اصلا چرا اومدم؟ کجا میخوام برم؟ بعد همون جوون قدیمی تو 30 سالگی همینا رو داره برای نوش توضیح میده. حالا در کنارش یه بار سحرم تست کرده، یعنی سحر اون موقع هم بود لامصب. خب یا مشکلات بعدی که مثلا ما داشتیم با نسل آیندمون، یعنی از 60 و 70 به بعد، مثلا 85 به بعد تقریبا، چه فرقی ما با اونا داشتیم؟ اولین فرقمون تفریحمون بود. یعنی الان شما اگر نگاه کنیم برای بچهای الان قشنگ یه سری پارکا زدن، کف تا تنبی، سرسره فایبر گلاس، خط به بچه نمیفته. پارکای قدیم چجوری بود؟ یه دانه زمین خاکی بود، یه اله کلنگ با یه سرسره، برمی‌داشتی فلات تبت بود. خب بعد سرسرا رو از چی می‌ساختن؟ از آهن، منتها از آهن ضایعات. خب آفرین. یعنی از نزدیک که نگاه می‌کردی تیکه بالای سرسره پر از نقطه‌های جوش بود، از وسط 2 تیکه، عین رنده دو کار خواهر گلم. یعنی بچه رو که میدادی بالا اول رنده میکرد و پوست میکرد میداد پایین. یعنی 50 کیلو بچه، یعنی 50 کیلو بچه رو میدادی بالا، 37 تا 200 خالص پایین تحویلت میداد. بعد چی به اینا چجوری بود؟ ببین عمود. خب یعنی تو وقتی میخواستی سر بخوری میلا بغل نمیچسبیدی، 3 بار جدا میشدی از سرسره. بعد با سرعتی که می اومدی کاشته میشدی داخل زمین، که اگه کاشته نمیشدی جوفایی که نفر بعد میزد داخل گردنت قطعا تو رو میکاشته. بعد کی به اینا گفته بود بی انصاف 2000 تا 4 بعد از ظهر وقت تفریح؟ ها خودش میرفت تو سایه میشست، میگه برو بالا کیف کن. بعد میرفتی بالا این سرسره میشستی، میگه های سوختم، میگه دستاتو ول کن. گفتم چرا فکر می‌کنی فقط دستام داره میسوزه؟ من تو جگرم الان من درگیره. بعد دستا رو که ول می‌کردیم اینجوری بودیم، میگفتیم که بعد 2 ساعت تفریح هم با همین پر می‌کردیم دیگه. عین بچه پر رو دوباره می‌رفتیم سواره می‌شدیم. یا
اله کلنگ داشتیم. اله اولش الکی بود، رسما خود کلنگ بود. یعنی بعد 2 روز که شهرداری رو زمین صاف میذاش، زیر شالا انقدی در میامد. خب که تو وقتی که میشستی بالا اله کلنگ، یکی از زمین میخوردی، 2 تا از آسمان. یا یه سری چیزای دایره داشتیم با یه فرمون ثابت وسطش، بهش میگفتن چرخ و فلک. خب بعد یکی بود که اینو میچرخون، میگفتی تخم سگ نچرخون پدر سگ، محکمتر میچرخون. خب یعنی جوری بود که تو میترسیدی واقعا، یعنی صدای جیغ بغل دستیاتو میشنیدی میترسیدی، بیشتر جایی میترسیدی که صدای جیغ اینا رو نمیشنیدی. بدترش زمانی بود که دیگه اینا رو نمیدیدی. یعنی 2 تا بچه به این میدادی یا 5 تا بچه به این میدادی، در بهترین حالت 1 یا 2 تا به تحویل میداد، بقیه تو در دیوار بودن. خب یا مشکل بعدیمون چی بود؟ الان نسل الان شما نگاه کنی، هنوز بچه به دنیا نیامده، مثلا بچه خواهر خودم واقعا 30 دست لباس براش خریدم به معنای واقعی، ولی ما بچه دهه 60 تا 70 3 ماه زمستون یه دونه لباس میپوشیدیم. چی بود؟ چی به زور تموم کردن؟ یقه اسکی. خدا لعنت کنه سازندشو. به خدا. ببین پولشو میگرفت، یه دونه آرم روش نمیزد، پشت روش مشخص شه. 2 تا رو داشت، مادره 4 بار تنت میکرد در میآورد، پشت روش مشخص شه. بعد ساخت اینا چجوری بود؟ از پایین گشاد میامد بالا 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 بالا، جمع میشه توی سوراخ انقدی. 10 بار تنت میکردن در میآوردن، سوراخ گشاد نمیشد. ببین کله ما جمع میشد، اون گشاد نمیکرد. خب بعد چجوری تنمون میکردن؟ جمع میکردن به سوراخی که میرسید یکم میکشیدن. دختر و پسر نداشت، اینی که میذاش بالا سرت در حدی بود که فقط یه دونه گنبلو مو بزنه بیرون. خب بقیه‌اش فشار میداد به این حالت، فشار فشار فشار، همه چی خوب بود تا رو گوشا. رو گوشا وای میستاد، یکی میکشید گوشه برمیگشت، بوم قرمز سرخ ما رو میفرستادن میرفتیم مهمونی. بعد تو همون مهمونی 4 بار تن ما میکردن در میآوردن، میگفت داخل عرق میکنی بیرون سرما میخوری. ما حاضر بودیم همونجوری بمیریم به والله. بعد که برمیگشتیم خونه دعا میکردیم اینا ما رو نبینن، یه جای قایم میشدیم، حاضر بودیم همینجوری تا صبح بخوابیم. چجوری در میآوردن؟ جمع میکردن، همه چی خوب بود تا زیر گردن وای میستاد، یکی میکشی زیر دماغ گیر میکرد. بعد ببین بی انصاف، گوش جمع میشه برمیگرده ولی دماغ جمع بشه دیگه بر نمیگرده. الان بیشتر عمل و زیبایی رو بریم ببینین، دختر پسرها دهه 60 تا 70 از سر هم یقه اسکیا. بعد با این یقه اسکیا ما رو هر جایی میبردن الا اسکی. یه بار نبردن. به خدا. یا تربیت هامون، یعنی همون زمان خودمون هم تربیت خانواده با خانواده فرق می‌کرد. مثلا یه خانواده‌ای بودن خیلی با کلاس بودن، تو فامیلامون اصلا از ما بعید بود. رفتم خونه‌شون، به خدا شهرستان بودیم دیگه. بعد دیدم که اینا به بچه‌شون یاد داده مامانه، بهش گفته که پسرم ببین ازش بپرس ببین جیش داره یا نداره، می‌خواستن از پوشک بگیرنش. بعد یه روز رفتم خونه‌شون دیدم که این سرش پایینه، داره به خودش حرف میزنه. بعد اومد بالا گفت مامانی بوبویی میگه جیش دارم. ببین فقط اعلام میکرد، اونا تا میرسیدن بوبویی کارشو کرده بود. من همینو یاد گرفتم، اومدم خونم و واقعا اجرا کردم. چندین وقت خیلی خانواده راضی بودن. یه بار ما خوابمون برده بود، یعنی هم من خواب بودم هم بوبویی. بعد دیدم دارم گرم میشم، از خواب پریدم، دیدم بوبویی زودتر از من بیدار شده، کارش هم کرده. خب ببین خیلی خانواده به هم ریختن، خیلی هم توضیح دادم. منتها آخرین صحنه‌ای که من یادمه مامانم بابامو گرفته بود، بابام میگه ببین اون بوبویی اگه ننداختم پیش سگ بخوره، حالا نگاه کن، ای کاش مینداخت پیش سگ بخوره. خب یا گولمون چرا چی الان، یا اینکه گولمون میزدن واقعا. مثلا به ماها میگفتن بچه ساعت چند باید بخوابه واسه سلامتیش خوبه؟ کی گفته؟ چند تا این شما؟ ببخشید 2 تا. یعنی اگه واقعا 9 مثلا 8 اینا میخوابیدی قطعا آره بیشتر، واقعا از 2 قطعا بیشتر. خب ببین میگفتن 9 بچه باید بخوابه واسه سلامتیش خوبه، ولی واقعا هیچ ربطی به سلامتی اون نداشت. بذارین با این با واقعیت روبروتون کنم. خب
بعد ماها میگفتیم ماها چجوری به دنیا آمدیم؟ چی میگفتن؟ لک لکا. میگفتن تو رو لک لکا آورده. یعنی خود من احمق تا 7 سالگی بالا پشتم واسه لک لکا دست کن میدادم، مثل احمقا که من آوردن دادم به اینا. بعد شب ساعت 9 شب واسه سلامتی میخوابیدم، لک لکا بلند میشدن. لک لک از این ور خانه به این ور خانه، لک لک پات لگد میکرد، جرئت نداشتی بیدار شی. یعنی من یه بار خودم پرواز لک لکا رو دیدم، از فرداش از هر چی لک لک و پروازش حالم به هم میخورد. به خدا. یا از اون سمت دیگه یک سری میشه تصویر سازی نکنیم اینجاشو؟ میشه؟ واقعا من با بابام فکر میکنن که اومدم تهران، ولش کن بذار هر فکری میکنن کنن، خدا پول درآمد. عرضم خدمت این که یه مشکل دیگه که ما داشتیم، لباس هامون علاوه بر یقه اسکی توی 3 ماه زمستون همه دختر پسرها تا اینجا یه شکل بودن. چجوری؟ آفه واقعا اونایی که اینا رو به زور سرشون میکردن دست بزنن. به خدا ببین این کلاها رو که میپوشیدیم، زنگ مدرسه که میخورد فرار میکردیم، اول 3 تا میخوردن دیوار روبرو، بعد کلا رو میدادن بالا، راه خونه رو پیدا میکردن میرفت. بعد یه سری مشترکات داشت اینا که تو همشون بود، یعنی یه دانه نخ این تو بود که تو باید اینو میک میزدی، تو همش بود. خب قیچه کن لامصب بنوز دور دیگه. یعنی همه این زیر این شکلی بودم. بعد میگن چرا چشا بچه‌ها در 67 لوت شده از سر همین. بعد به خاطر همین یک بو و مزه توفی میداد اینا. به خدا. آره. و در آخر یک چیزی که واقعا به همون قدیما هم ربط داره، لهجه و گویش هامونه که خیلی یادمون رفته، خیلی ازش فرار میکنیم، سعی میکنیم که خیلی لفظ قلم و یا تهرانی و اینا به قول خودمون صحبت کنیم. آره من واقعا خجالت نمیکشم، مثلا خیلی جاشو شاهرودی گفتم، ولی من خیلی از لهجه استفاده نکردم از گویشمون، چون اگه ما خیلی غلیظ صحبت کنیم درگیرش میشه. خب مثلا ما شاهرودیا به مادر میگیم مار، به خود مار میگیم ماهار، خیلی پیچیده. یا به خواهر میگیم خار، به خود خار میگیم تلو. یعنی اگر بگیم ماهار ما رو گزیده، مار ماهار رو لهیده، خار ماهار رو جمیده، میپیچی به داستان. به خدا. ولی مار از پشت زده مقصره. خب بعد یه سری جا داریم ما خوبیم، یه سری جا هست تقریبا 50 کیلومتر اونورتر ما، اینا اگر شما بد موقع وارد شهرشون بشه قطعا باشون درگیر میشی، چون اینا به پیاده شدن میگن جر. خب شما حساب کن نصف شب رسیدی، فردا صبح میری سر خیابون وای میسی منتظر تاکسی جلو پات میذاره رو ترمز، میگه کجا میخوای جر بخوری؟ تو میمانی، میگه خدایا کجا بگم سر صبح؟ میگه یه 10 کیلومتر جلوتر جر میخورم. سوار که میشی میره، یکم که میره میپرسه، میگه کجا جرت بدم؟ میگه خدایا این ولکن ماجرام نیست ما رو جرمون نده. میگه آقا 2 تا کوچه بالاتر جرم بده. بعد که بیرسی تشکر میکنی و پول میدی بابتش و میگی مرسی که باریکلا آفرین ازم، به همین صریحی. ولی امشب همه چی فریه. بنده خودم یه دونه ون آوردم تا 10 نفر هر کی هر جای جر میخوره با من باشه، خدا شاهده. قربونتون بشم، به افتخار خودتون دست. بله.